The Secretary of Homeland Security. وزارت امنیت داخلی با من و کارمندانم کار می کند. ساخت یک دیوار مرزی را فوراً آغاز خواهد کرد. این مکزیکو را نیز با جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی از امریکای مرکزی و از بین بردن شبکه‌های خشن کارتل کمک خواهد کرد. ورود به سابقه مهاجران غیر قانونی از امریکای مرکزی به هر دو مکزیکو و امریکا آسیب میرساند و من باور دارم گام‌هایی که ما همین حالا خواهیم برداشت امنیت را در هر دو کشور ما بهبود خواهد بخشید. این برای مکزیکو بسیار خوب خواهد بود. مکزیکو بر دیوارها باور ندارد. من این را بارها گفتم. مکزیکو پول هیچ دیوار را نخواهد پرداخت. من به خاطر تصمیم امریکا برای آغاز ساخت یک دیوار متاسف هستم و آن را تقبیح می کنم. دیواری که دور از ایجاد وحدت میان ماست. در پاسخ من به وزارت خارجه دستور دادم تا محافظت از شهروندان همکار ما را تقویت کند. 50 کنسولگری در ایالات متحده امریکا به مدافعان واقعی حقوق مهاجران مبدل خواهند شد.